روزهای اخیر تلاطوپی مخالفان حکومت ظالمی و دیکتاتوری کفری تاجیکستان میبینم، در حیرت افتادم. همه شما آگاه هستید که یک هفته اخیر از سبب اینکه در ایران در شهر کرمان کدام تاجیک به نام گویا همین حادثه رو کرده است، در رادیو در تلکانالی پخش مستقیم بود یا نبود، عموما در یوتیوب دیدیم BBC محیدین کبیری و داداجان طولایف داره صحبت میکند. در بعضی کانال های دیگر برادرها به ما ارسال کردند، بعضی از کل ها و بعضی از کلورم ها صحبت میکند. و در امروز باز وقتی که برادر گفتند که شیخ ابو عمر حفظه الله همراه یک کودک دیگری به نام الماس بود است، چی بود است، صحبت کرده است و صحبت های الهیده همه مخالفان رو در کانال هایش که میکند مشاهده کردم، به دقت گوش کردم. باور بکنید بعد از این شنیدن همه صحبت ها، بعد از دیدن همه مخالفان به نام مخالف یا مبارز، خواه از گروه های مختلف باشد، کدام گروه مخالف و اپوزیسیون توجیه نباشد، همیشه خواه انفرادی غیر انفرادی، خواه نوشته خواه گفته، نظر کردیم آموختیم، به نتیجه رسیدم که باور بکنید اینها از اسلام بوی ندارند. یک، از اسلام بوی ندارند، به همین خلاص نه، بلکه دشمنان آشکارای اسلام هستند. دشمن آشکار اسلامی که الله و رسول میخواهد. بله اینها خودشان را مسلمان دوست میگویند، اسلام دوست میگویند، اما کدام اسلام، کدام مسلمان؟ مسلمانی که با مجوسی باشد، مسلمان بود است با مجوسی باشد، مسلمانی که شاعر به مانند بازار صابر باشد که کتکه لیلین را افضلتر از الله و رسول گوید، همچنین مسلمان ها را اینو دوست میدارد. مسلمانی که مرده باشد و فقط اینها را شما خوبید، شما استادید، شما بهترینید بگوید. یا پامیری های اسماعیلیه که همیشه بغوغا یا یگان چیزی اونها مخالفا استفاده میبرند. یا نمیدارم صوفی باشد که صوفی هم عقل ندارد و این معلوم است. خیلی که امام شافعی رحمه الله گفتند اگر کسی در اول روز صوفی شد نصف روز عقل رو از دست میدهد. اولین چیزی که صوفی از دست میدهد عقل است. یا در نزد اینها مسلمان های بهترین یا رافضه هست، رافضه هایی که نه امن نه امان برای یگان مسلمان اهل سنت و الجماعت در روی دنیا نموندند. طول تاریخشون فقط ریختن خون مسلمان است. چنگیز رو دروازه بغداد رو انمی رافضه ها بر روی چنگیز کشادند. چنگیز در آمد، میلیون ها انسان کشت. این مخالف بنام مخالفا انا این چنین بنام انا این خیلی مسلمان ها رو نقض میبینند. این مخالفا همون اسلام نقض میبینند که نامش اسلام باشد لیکن بخواست اینها پیش رود. نامش اسلام باشد اما بخواست اینها پیش رود. این مخالفا بنام مخالفا خواه کبیرش خواه صغیرش حتی آدم های عادیش، همون اسلامی که الله از بالای عرش نازل کرده است، قرآن، همون چیزهایی که در قرآن است قبول ندارند. سنت رسول الله را قبول ندارند. قبول ندارند در یک طرف است و بد میبینند. امروز
صحبت ابو عمر حفظه الله را همراه یک جماعتی خرکله دیدم. از چشمش معلوم است، از چهرهش معلوم است که جاهل است، احمق است، بی‌تمیز است. میبینم که وقتی که ابو عمر میگویند که معنای لا اله الا الله چیست، او مخالف به نام مخالف آزادخواه میگه که تو از جماعت همون بیرق سیاه ها هستی. اعوذ بالله، اعوذ بالله. لا اله الا الله و این اصل دین است، اساس دین است. لا اله الا الله این دعوت همه پیامبران است، از آدم علیه السلام تا محمد علیه السلام همه به لا اله الا الله دعوت کردند. و لا اله الا الله اولین قدم به اسلام است. لا اله الا الله کلید جنت است. همین لا اله الا الله است که به خاطر همین الله زمین و آسمان خلق کرد. به لا اله الا الله تو مسلمان نمیشوی. اما اینها گفتند که کسی که لا اله الا الله گوید، کسی که درباره لا اله الا الله گپ زند، این بیرق سیاه اهلش بوده است. یعنی کچی معنا؟ یعنی داعش. همین لا اله الا الله گفته داعش میگه. اعوذ بالله. شما خودتون هم شرمنده کردید، اسلام هم شرمنده کردید، تمامی قرآن و سنت هم به یک طرف گذاشتید. از الله شرم دارید. نه خود لا اله الا الله گفتن که انسان داعش شود. من داعش در نزد اینها کیست؟ به همین گفته تا شما گفته سرید که یعنی تمام روی مسلمان، تمام روی دنیا مسلمان ها یعنی از داعش بوده است و شما یعنی ضد اسلام. این شما به همین گفته ای به عقل ها، به همین گفته اتا شما خود شما تبلیغگران داعش شدید، خود شما دعوت کنندگان شدید. و این به عقلی چی است که یک نفر لا اله الا الله گوید و این مسلمانی است و این دین است؟ نمیگد لا اله الا الله فقط بیرق سیاه میگد. میگد استغفر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه به چی دعوت کردن؟ نماز جمعه نبود، عید نبود، هیچ چیز نبود. 10 سال اول اسلام حتی نماز 5 وقته نبود. پیامبر لا اله الا الله به دعوت کردن. و این لا اله الا الله نه مالی حزبی است، لا اله الا الله نه از آن داعش است، لا اله الا الله نه از آن طالب است، طالبان است، لا اله الا الله نه از آن اردوغان است، لا اله الا الله نه از آن عرب است، لا اله الا الله از آن هیچ کسی نیست. لا اله الا الله فقط از آن الله است، از آن دین است، از آن قرآن و سنت است. لا اله الا الله احتیاج به یگان جماعت ندارد، احتیاج به یگان حزب ندارد. ای خوبسا، ای جهلا، ای احمقا، ای بدین ها، ای دشمنان دین، و شما چی میگویید؟ تمام تاجیکستان لا اله الا الله را کلمه شهادت میگوید، کلمه مقدس میگوید، در آمدن به اسلام میگوید. ای خوبسا، از الله ترسید، از الله ترسید. یعنی کسانی که در اروپا هستند گفته ایستادند که علامت داعشی شدن این گفتن لا اله الا الله بود است. من اکو گیرید فهمید و گیرید نکن، اکو خودش ما فهمید و گیرید. این حکومت های اروپایی بالاخره باید فهمد که این مخالفا، این حزبی ها، این شیعه معاب ها، این طرفداران رافضه چی مقصد دارد؟ دادا جان عطاالله حتی کلمه کفر شرک ملحده گفته نمیتواند، به ورق نظر میکرد. یک کاری کرد به ورق نظر کرده میگه که این دعوتگران بجز کفر گفتن، شرک گفتن، ملحد گفتن دیگر چیز ندارند. داریم فقط گوش نمیکنید. شما گوش نمیکنید که ما داریم. خودی بنده 45 رساله از ترجمه کرده، از نوشته 10 رساله و کتاب ها نوشتیم.
ده ها کتاب های علمای بزرگ مذاهب رو مترجمه کردیم که از 1,500 صفحه عبارت است. تا به حال این چنین کتاب ها را داریم. کتاب های فقط علما هست، کتاب های کوچکی نیست. علمای 4 مذهب است، مذهبی است اگر مذهب خواهید، یعنی اهل سنت و الجماعه است. فتوا حلقه درس داریم، درس هایی که در درونش نه خونریزی است، نه یگان کاری بد است، در درونش فقط یکتاپرستی الله است، فقط احترام آداب پاکی اسلام است. حتی درس های ما تعلیم میدهد که چگونه به حاجت خانه یک انسان درآید، چگونه براید. این چنین درس های هم هست. اما وقتی که شما نمیبینید به انصافانه صحبت بکنید، به انصافانه صحبت میکند و میگوید که اینها غیر از کفر و شرک و ملحد گفتن چیزی نیست. بله، این شریعت ما همین است. کسی که کافر شده باشد، کافر است. چی مشکلی دارد؟ چی مشکلی دارد؟ وقتی که یک تاجیک تلبکوف در خود درون تاجیکستان خیست و گفت که من مجوس هستم، خودش میگه که من مسلمان نیستم، مجوس هستم، ما چیکار بکنیم؟ و مسلمان بگی کافر است. شما دارید مسلمانی مجوس میگویید، ما میگیم که نه، کافر است. یک نفر بیاید الله رسول دشنام بدهد، جنگ به دین الله رسول بکند، ما چی بگوییم؟ این مسلمان است؟ نه، مسلمان نیست، کافر است، مشرک است. کافر و مشرک گفتن یعنی از اسلام نیست. این یگان جای بدی ندارد. شما باید قبول کنید، شما باید دین الله کاملا قبول بکنید. بعد از این محیدین کبیری در دوام صحبت میگه که یعنی همه عیب که در تاجیکستان، تمام مصیبت هایی که می آید، یعنی معنای سخن محیدین کبیری همین چنین است که تمام مصیبت هایی که در تاجیکستان است، نبودن سوویت شاید باشد، سیل آمدنش، زمین لرزیدنش، همه این حزب نهضت اسلامی از تاجیکستان لگدکوب کرده برابر حی کردنش، همه دیکتاتوری، همه گندگی از سلفی ها بوده است. اولا سلفی گفتن این مذهب در دین اسلام، مذهب سلفی گفتگی چیزی نیست، یا وهابی گفتن چیزی نیست. پیروی سلف است گفتن این معنا هست، یعنی اهل سنتی و الجماعه هست. ما اهل سنتی و الجماعه هستیم. مثلا ما خودم میگیم مالی یکون کسی برات سلفی، مثلا برات او کار خودش، دعوتش او صحبتی او، مثلا ما میگیم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم. منهج ما چخیل است، یعنی ما روش ما دین را چگونه میفهمیم؟ به فهمی سلف صالح، یعنی پیروان سلف صالح هستیم، پیروان همون سلف هستیم. سلف پیش گذشته ها، علماهایی که قرن اول، صحابه، تابعین، تبع تابعین، انا مثل همونها دین میفهمیم. در باب توحید، در باب اسما و صفات، در باب ایمان، در باب کفر، چگونه که صحابه فهمیدن رضی الله عنهم، تابعین تبع تابعین فهمیدن، انا همچنین میفهمیم. ما میگوییم که ما اهل سنت و الجماعه هستیم. تاجیکستان مردم عامه اهل سنت و الجماعه بود. حکومت سامانیان خراسان بزرگی که بود، سامانی رسمش به پلها کشیدند، هیکلش به تاجیکستان زدند، لیکن تاریخش به مردم نقل نکردند. انمی سامانی کی بود؟ تاجیک به قرآن و سنت حکم میکرد، اهل سنت و الجماعه بود. تاجیکستان هرگز رافضه نبود، هرگز شیعه نبود. شیعه انشاء الله نمی شود. نقشه بدی ایران رافضه هایی که نقشه خمسیه دارند، 50 ساله دارند، که در این نقشه باید تاجیکستان هم علمای اهل سنت کشته شود، طالب علمای اهل سنت و الجماعت گویا کشته شود. نقشه ایران همین است و در تاجیکستان رافضه شود، این نقشه امنو است. اما بعدین در تاجیکستان سلفی ها چیکار کردن که همه عیب به بالای سلفی اومده است؟ سلفی اومده است، ولو که سلفی نیست تو اهل سنت و الجماعت است. کمبودی خود را به سر دیگران نزنید.
شما شکست خوردید، شما جنگ کردید، ای حزبی ها، ای شیعه معاب ها، ای دست پرورده های ایران، شما جنگ کردید به حکومت تاجیکستان 7 سال یا 6 سال. شما فرزنداتون بردید در ایران، هزارها فرزنداتون رافضه شد. از قیام الدین و فرزندای قیام الدین تا حاضر یوتیوبونده هست، همه میداند. شما آمدید باز بعد از هزارها آدم مردن باز صلح کردید. شما بعد از صلح شکست خوردید. شما شکست خوردید. همه این عیب را به سری دیگر آدم ها نزنید. ما جوان های هستیم که از همه این جنگ ها، از همه این خونریزی ها، از همه این پلیتیکه های ساخته ایران، ساخته روسیه، ما بیزار هستیم. ما میخواهیم که خونی مسلمانی تاجیک بیهوده نریزد. ما میخواهیم که ما جوانها را دیگر باره به نام اسلام استفاده نکنند. من در مصر چند مراتب مردم خیزاندند، تظاهرات گفتن در ایران. اخوانی ها، حزبی ها در مصر خیزاندند و علامت مسجد الرابع هم حالی 4 انگشته برداشته. کنی این 4 انگشته برداشتن هم گم شد. سلفی کردن 2 سال 3 سال سلفی گم شد. حادثی همه برآمد. چند هزار مسلمان های بهترین در همون سنتری رمسیس گفتنی جایی در همون کوچه های مصر وفات کرد، مرد. بالاخره حکومت گرفت مرسی. چی شد در آخر؟ یک حزبی در همون وقت نوشته است که جناب مرسی اینقدر بزرگوار هستند که وقتی که به مرسی خبر دادند که حالا به سر شما انقلابی همون کارگری تو سیسی انقلاب کرده آمده است، بیا بخیزیم دفاع کنیم. مرسی اینقدر آدمی بزرگ بوده است که گفته است که نه، کار ندارید، بگذارید انقلاب کنید. این احمقی است، خیلی بزرگی هستین. چند هزار آدم مرد، حکومت گرفتی. حکومت از دست تو اومده میگرد. اینا فکر کردن که ما را برده محکم کند، با مردم میخیزد. مردم یک بار میخیزد، مردم 2 بار میخیزد. مردم مرد، تمام شد. مردم دیگه میفهمد که عاقبت چی است. مردم هم عقل دارد. ما شخصا ما جوانهایی که در همون سالهای جنگ کلان شده هستیم، باور کنید نان برده یک برده نان کتی ما گرد اطراف ما خودمو به یک برده نان یک روز کلان شده هستیم. همه شما از این واقعه با خبر هستید. چقدر انسان ها به چه حالت ها گرفتار شد. مردم به شما باور کرد، مردم به شما فرزندهاش داد، مردم به شما نانش داد، مردم به همراه شما شد. هزارها آدم مرد. چیکار کردید شما؟ چیکار کردید که ما امروز یک بار دیگر به شما باور کنیم؟ کاری کرده شما همین است که بعد از 30 سال اومده با میگید که عیب مسلمان ها است. سلفی میگد، شرم نداشته سلفی ها باید میگد. سلفی نه، تو اهل سنت گو. تو در تاجیکستان سلفی نیست. ما اهل سنت و الجماعت هستیم. اگر سلفی گفتم مدخلی را گفته ایستاده باشی. این مدخلی ها، این چوجه ها، بله این چوجه چه ها بعضی کارها را کردن، لیکن این مدخلی ها امروز وجود ندارند. اهل سنت و الجماعت ما هستیم. ما نگفته نماند که ضد عنف هستیم. ما ضد عنف هستیم. عنف ضد همین بدبینی هایی که غیر دینی هستیم. ما همیشه مردم به سوی صلح، به سوی ثبات، به سوی امنیت، به سوی خوبی، به سوی پاکی، به سوی توحید دعوت میکنیم. به سوی الولاء، موالات به مسلمان ها دعوت میکنیم. و البته که از جانب دیگر لا اله الحق است که البراء است. ما اهل سنت و الجماعت هستیم. ای مردم بالاخره شما از این حالت ها فهمید. اینه بینید حکومت تاجیکستان هم عیب به بالای مسلمان ها میزند. این مخالفا هم عیب به بالای مسلمان ها میزند. اکنون فهمیدید که شما را استفاده میبرند. حکومت هم استفاده میبرد و مخالفا هم استفاده میبرد.
یک نفر توجیک گویا در ایران چیکار کرده است که این میگه که این انیق توجیک بود. مثلا من میگم که توجیک نیست. نظر من، تحلیل سیاسی من همچون یک سیاستمدار اسلامی، برای که تخصصی من سیاست و پلیتیک اسلامی است، من همچون یک سیاستمدار اسلامی از نظر قرآن و سنت میگم که ما باور نداریم که این توجیک است. این دروغ است، توجیک نیستیم. کی اثبات میکرد این توجیک بود؟ این یک شعار بافته و ساخته برای باز پست کردن آب روی توجیک و برای از این خبر استفاده کردن بعضی ها، هم برای حکومت خوب است هم برای مخالفا خوب است. اینا اس نبرید، مخالفا هم خوب هستین. انا بینید ای اروپا بینید انا توجیکا خودشون کفونده استن، گفته مزه میکنند، اینو مزه میکنند. و هم برای حکومت خوب است، برای گداگی خوب است. حکومت هم نفسهای آخرش رو از نام یعنی مسلمان ها کشیده، نفس کشیده است. اینجا تاجیکستان بد است، اگر شما به من یاردم نکنید، اگر فرزندی من نمانید، کارها بیزیب میشد، همه جا رسوا میشد. لیکن ما تحلیل ما همین است که این کسا تاجیک نبود، اینا تاجیک نیست. برای چی؟ برای که ما باور نمیکنیم به همون نقلی که ایرانی ها کرد. به نقل رافضه ها ما باور نمیکنیم. مرمت دکزت بیارد، ویدیو بیارد، به همه جا منتشر کند که تاجیک همین کار کرد. دروغ است این گپ ها. این گپ ها یک ساخته و بافته بین المللی. امروز دشمنان مسلمان های تاجیک این چیز ساخته شدند، مردم تاجیک بی ابرو کرده شدند. هدف چیست؟ هدف اساسی مشکلی در انین حکومت تاجیکستان و در همین مخالفه است. اینمی گپ است. در دو طاغوت، ما دو طاغوت داریم. طاغوت حکومت به سرداری این امام علی کافر و لشکرشان کافر، و این مخالفه به سرداری یک چند سردارها دارند. اینها هر دوش از همین ترکشه که در ایران شد، هر دو اینها اگر نامش تاجیک برد، به هر دو اینها فایده است. ما مسلمان های تاجیک میگن که دروغ است. باور بکنید، من 100% باوری دارم که دروغ است. تاجیک این کار نکرد. برای چی؟ برای اینکه یگان دکزتی نیست، یگان اثباتی نیست. این رافضه ها فقط گفتن تاجیک، رافضه ها گفتن فقط تاجیک. الله در قرآن میگه این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق ها، حالی کافر ها یک طرف است، فاسق ها به یک خبر بیاید، اول انیق کنید. انیق نشده هیچ کس حق ندارد که اثبات بکنید. بعد از این یکی از کله دم هایش اینها حتی نبینید اینقدر اهل سنت بد میبینند که این رافضه معاب ها عیب خودشون میپوشونند. گویا در تاجیکستان اهل سنت و الجماعت، همین طالب علمای اهل سنت و الجماعت یا علمای اهل سنت و الجماعت فتنه کرده باشند. نه، عقیده تاجیکستان همین عقیده ما است. امام بخاری، ما از کتاب امام بخاری درس میکنیم. امام بخاری کی بود؟ امام بخاری از تاجیکستان بود. بیا درس های ما رو ببین، همین دلیل هم از امام بخاری است. ما صحیح بخاری درس میکنیم. امام بخاری 26 کتاب دارد. امام بخاری رافضه را کافر گفته است. امام بخاری کتاب دارد خلق و افعال العباد، 2 مجلد است. پیش از مردنش امام بخاری رحمه الله در یک قریه در خرطنگ 2 فرسخ دور از سمرقند این کتاب نوشته است. رد به جهمی ها، رد به رافضه ها گفته کتاب نوشته هستند. ما همین کتاب درس دادیم. ما پیروای امام بخاری هستیم رحمه الله. ما پیروان سلمان فارسی هستیم رضی الله عنه. ما پیروان عثمان ابن سعید دارمی بخاری هستیم، پیروان امام مسلم هستیم. انا اینها بودند تاجیک. امام بخاری مگر تاجیک نبودند؟ تاجیک بودند. ما شاگردای امام بخاری هستیم. ما همون صحیح بخاری درس میدیم. اما صحیح بخاری و خود امام بخاری و کتاب نوشته امام بخاری که خلق و افعال عباد است، مرگ رافضه است، رد رافضه است. نام کتابشون رد به جهمی ها و رافضه ها است. خلق و افعال عباد فی رد الرافضه و فی الجهمیه. مرمت 2 مجلد عبارت است. ما همین کتاب درس دادیم. مردم تاجیکستان هم همشون اهل سنت و الجماعت هستند. البته پامیر اسماعیلی است، لیکن باقی مانده اهل سنت و الجماعت هستند. مردم عادی پیروان ان شاء الله امام بخاری هستند،
پیروان قرآن و سنت با فهم سلف این امت هستند و هرگز رافضه نبودند، رافضه نمی شوند و این رافضه ها هستند که نقشه های شوم، این شیعه ها هستند که نقشه های شومشون در بالای مردم تاجیک است. مردم تاجیک سلفی میگند، مردم تاجیک آدمای عاده سلفی میگند. برای اینها رافضه شدن هیچ مشکل ندارد. سید یونس سرافشانی لعنت الله علیه رافضه هست، همراه اینها در فرقهش هست، در جماعتش هست، همیش همدیگرش استاد و شاگرد گفته میگردد. انا همون عقیده رافضه ها چی است؟ آشکار واضح سید یونس سرافشانی لعنه الله برآمده در یوتیوب و در دیگر سخنها و نوشته هایش اهل سنت انکار میکند، زیر سوال میبرد. به اون مشکلی ندارد، به سید یونس سرافشانی اینها پرابلم ندارد، مشکلی ندارد. اما به طالب علمای اهل سنت، به مردم اهل سنت دارد. سید یونس سرافشانی ابوبکر کافر میگوید، عمر کافر میگوید، عثمان کافر میگوید، تمام صحابه ها را مرتد میگوید رضی الله عنهم. سید یونس سرافشانی مادرمون عایشه رضی الله عنها را ناپاک و فاحشه میگوید. او تکفیری نبوده است، او بی ادب نبوده است، او مرض نبوده است، او دشمنی مردم تاجیکی، دشمنی اهل سنت و جماعت نبوده است. ما طالب علمای اهل سنت عادی ما بودیم. آخر ما انمین سید یونس سرافشانی کافر میگیم، ما انمین شیعه های کافر میگویم که صحابگان مرتد میگوید، قرآن ما تحریف شده میگوید. ما طرفدارهای همین سید یونس سرافشانی، دوستهای سید یونس سرافشانی، همین مذهب سید یونس سرافشانی کفری و کافر میدونیم و همین رافضه ها را ما کافر میگوییم. اینها فکر کردن که ایرانی ها فارسی است پس شیعه باشند هم باکی ندارد. ایرانی هایی که در اول بودند شیعه نبودند، همه ایرانی ها شیعه هم نیست. در ایران 40 میلیون اهل سنت و جماعت وجود دارد. در ایران فارسی های مسلمان زیاد هستند، اما در زیر ظلم دیکتاتوری رافضه زندگی میکنند. این رافضه های خوبسا اینها مسلمانان فارسی ایرانی اهل سنت را آهسته آهسته 40 سال است که به قتل رساندند. از سال 1979 که اینو فتح کرد، همجوره باز کرد بگیم. اما شما نه تاریخ اهل سنت میدانید، نه تاریخ رافضه را میدانید، نه مسلمانی را میدانید، نه عزت و شرف مسلمانی را میدانید، نه قدر قیمت خودتون را میدانید. فقط پلیتیکای شما یک پلیتیکای شیطانی است. دروغ میگوید، از دروغ گفتن شرم ندارید، استخوان ندارید، شب روز دروغ میگوید، تهمت میزنید. شما فکر کردید که با دروغ گفتن، با حیله، با نیرنگ، با تهمت کردن پلیتیکا پیش میرود؟ والله نه. عزت در دست الله است، غلبه هم از جانب الله است. دروغگویان، تهمتگران، فتنهگران، حیلهگران هرگز غلبه نمیکنند. راستگویان در حق بودگان عاقبت برای اینها است. والعاقبت للمتقین، عاقبت برای متقیان است، عاقبت برای اهل سنت و الجماعت است، عاقبت برای مردم مظلوم مسلمان تاجیک است، برای مردم مسلمان تاجیک است. ما پیروان سامانی، تاجیک اصیل سامانی، ما پیروان امام بخاری، ما پیروان دیگر از علمای بخارا هستیم، علمای سوخت، پیروی ابو مسلم خوجندی، معصوم خوجندی که کتابهای اینا ما ترجمه کردیم، درس دادیم. شما کدام علمای اهل سنت میشناسید؟ غیر از همین شاعرهایی که می میزد و شعر میگفت کی را میشناسید؟ این شاعرها عالم دین نبودند. ما عالم دینی دیگر داریم. بخاری داریم 26 کتاب دارد. ابو معصوم خوجندی داریم، من به نزدیکی وفات کرده است، تقریبا 80 سال پیش کتاب دارد. ما هزارها علمای تاجیک داریم که پیروی از اونها میکنیم. شما آمدید به یگان مصدر، به یگان علم فقط خودتان بزرگ شماریدید و گفتید که سلفی ها فقط کافر میگوید و مرتد میگوید و ملحد میگوید. نه 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 نه، والله تهمت است. همان چیزی که گذشته های ما
از سلف صالح امام بخاری گفت ما میگوییم، سامانی گفت ما میگوییم. سامانی ها حدیث روایت میکردند، یکی از اونها در سند حدیث بود. سامانی ها سبب پیشرویشان همین عقیده اهل سنت و الجماعت بود و سبب شکستشون هم به سبب اینکه همین شیعه ها کم کمی به درون اونها در آمد. اهل سنت آمدند و سامانی ها را شکست دادند، برای اینکه سامانی ها در آخر کم کمی به شیعه ها معامله خوب کردند. در آخر بعضی از جهلایش دولت طاهریان و دولت سامانیان اهل سنت بود. تاجیک زنده کردگی هم اهل سنت بود، نام تاجیک نگه داشتگی هم اهل سنت بود. تاجیک در روی عالم یکی از بزرگترین مردم قوی نشان دادگی هم اهل سنت بود. نه مجوسی بود، نه رافضه بود، نه طاغوتی بود. دیگر هیچ کسی تاجیک سرش بلند کردن نمیتواند، عزتی رفتهش زنده کردن نمیتواند بجز اهل سنتی و الجماعه. پس ای مردم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنید به حبل الله، تفریقه نکنید. طرفدار حکومت هم نباشید، طرفدار این بنام مخالفان نباشید. میسوزید، در این دنیا هم میسوزید، در آخرت هم میسوزید. حیات خود را نسوزانید. چنگ بزنید به حبل الله. حبل الله این توحید است، حبل الله این قرآن است، این سنت است، این منهج سلف این امت است. همراه طالب علمان اهل سنت باشید، همراه طالب علمان اهل سنت باشید، همراه علمای اهل سنت باشید. یگانه کسانی که غمخوار شما هستند، حیات شما را حرکت میکنند که حفظ کنند، شما را از فتنه ها نگه دارند، این علمای اهل سنت و الجماعت هستند. طالب علمان اهل سنت و الجماعت هستند که از ریزانیدن خون، از فتنه، از دسیسه، از بیهوده مردن به خاطر چیزهای ناچیز مردن نگه می‌دارند. همراه طالب علمان اهل سنت و الجماعت باشید که این دنیا و آخرتتان نسوزد، این دنیا و آخرتتان نسوزد. به خاطر کرسی کدام نمورید، به خاطر شکم غفصی کدام کسی نمورید. احمقترین آدم همون آدمی هست که به خاطر دنیای دیگر کس شده میمورد. به خاطر دنیا به خودش نه، به خاطر کس شده میمورد. ما اهل سنت و الجماعت به خاطر دنیای خود بشده یا به خاطر دنیای دیگر کس بشده نمیموریم. ما به این دنیا یک مراتبه می آییم. باید مسلمان زندگی کنیم و باید مسلمان بمیریم. باید مسلمان زندگی بکنیم، مسلمان بمیریم. باید عملی ما رضایت الله باشد، جنت باشد. برادرای عزیزم، اهل سنت و الجماعه به دسیسه های رافضه ها، به دسیسه های شیعه های خوبسا، به دسیسه های قبوری ها داده نشوید. فریب دسیسه رافضه ها را نخورید. شما همراه اهل سنت و الجماعت باشید. الله میگه که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنید بر ریسمان الله، تفریقه نکنید. ریسمان الله چی است؟ توحید است، لا اله الا الله است. چنگ بزنید به لا اله الا الله، چنگ بزنید به محمد رسول الله، چنگ بزنید به قرآن، به سنت، به فهم سلف این امت. در این دنیا و آخرت نجات مییابید. اما به ما سوال می شود که پس این ظلم دیکتاتوری که در تاجیکستان است چیست؟ این ظلم دیکتاتوری را غیر از با آموختن دینت، با مسلمان شدنت، دیگر راهی درست و صحیح نابود کردنی نیست. و شریعت اولین چیزی که میگه قدرت و توانایی. وقتی که تو قدرت نداری، وقتی که تو توانایی نداری، یا مسلمان شو یا که قدرت و توانایی، البته مسلمان شو، قدرت و توانایی را پیدا کن. قدرت و توانایی نیست، در دست یک جوروب هم نیست، در دست اینها تمامی چیز هست. چیکار میکنی تو؟ چیکار میکنی؟ دیده ای ساده که امروز مخالفا میخواد که در اروپا زندگی خوب داشته باشد و شما مسلمان های اهل سنت و الجماعت نابود شوید و پگه به جای شما را رافضه ها بیاید بگیرد. اینها میگن که همه عیب
گویا در اهل سنت و الجماعه در سلفی ها باشد. به ایران کی هزارها جوان تاجیک برد؟ اگر عقیده تاجیکستان مذهبی حنفی باشد، حنفی ها رافضه ها را تکفیر میکنند. ما حنفی های اصیل حقانی که سخن ابو حنیفه به عمل میکنیم. ابو حنیفه رافضه را تکفیر کرد، در نزد رافضه خواندن حرام گفت. ابو حنیفه یک رافضه که در زمان خودش بود شیطان طاق میگفت. چرا شما فرزندان حنفی ها را بردید در ایران؟ هزارها نفر در ایران فرزندهای حزبی ها میخواند. فرزند همه تو حزبی رفتگی است به ایران، یک مرتبه دو مرتبه خونده آمده است. کمش بسیاری اینها خون تمام کرده است. مصطفی گفته یک مدرسه دیگرش، چند مدرسه های دیگرش تمام کرده است. همه این رؤسای بزرگش رافضه است. این رافضه ها آمده اند باز نقشه ایران را به بالای ما مسلمان های بیچوجیک، مسلمان اهل سنت و الجماعت میخواهند که تطبیق کنند. میخواهند که اهل سنت سلفی گویند و مردم کشند و پرتویند. اما الحمدلله ما زنده ایم، ما بیداریم. ما اهل سنت و الجماعه هرگز تا روزی که زنده هستیم به رافضه ها اجازت نمیدیم. به سیاست مدارهای فروخته شده به ایران، همکاران ایران اجازت نمیدیم. ما میدانیم که این دین اهل سنت و الجماعه چی گفتنی گپ است. ما میدانیم که تاجیکستان اهل سنت است، مردمش اهل سنت است. ما رافضه در آمده نمیمونیم. من در تاجیکستان یعنی پرکتیکی تجربه زیادی بر رافضه ها مبارزه سخت دارم. 15 سال پیش من بر رافضه ها در تاجیکستان، همون رافضه هایی که به واسطه نهضت رفته تعلیم گرفته آمده است، بحث و مناقشه و مبارزه برده هستم. بله ما رافضه ها را کافر میگیم، بله مشرک میگیم، بله راضی نیستیم. این شما هستید که رافضه را مسلمان گفتید و اهل سنت سلفی گفتید و نامش سیاه کرده تروریست برآورده ایستادید. الله خار کند هر کسی را که اهل سنت تروریست میگه. الله خار کند هر کسی را که مسلمان اهل سنت طعنه زند و رافضه را دوست بگیرد. الله ما به تو ندا میکنیم به اسم اعظمت، ای الله، ای اول والآخر والظاهر والباطن، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم، یا منان، انصرنا على الظالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا منهم سالمين. اللهم احفظ اهل السنة والجماعة في طاجیکستان. اهل السنة والجماعت را در تاجیکستان نگه بدار ای الله. مذهب اهل سنت و الجماعت را از رافضه ها و از دشمنان دین نگه بدار. علما و طالب علمان اهل سنت را نگه بدار ای الله. از این فتنه ها، از این دشمن ها، این مذهب حق را، فرقه ناجیه مذهب اهل سنت و الجماعت را از این تهمت ها، از این طعنه ها، از این نقشه های خبیث رافضه نگه بدار ای الله. خائنان کسایی که خیانت به اهل سنت میکنند خار و ذلیلشون بکن. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.